امسال 30 سالگی استقلالات تاجیکستان است. جشن ها زیاد هست و چون هر وقته ما در همه جشن ها میبینیم چیرا جشن ها شبیه زادروز رحمانوف امام علی شریفویچ هستند. ما از جشن ها کنار میریم. مثال ما چند روز پیش جشن نوروزی داشتیم، در همون جا هم باز مثال بگیم که تعریف تاسیس همین نفر بود. برای من سالها زیاد میشدن و بعضا نفرها تبریک کردن که نوروزی چی است. من میخوام از همین جا استفاده برده در مسئله نوروزی هم بگم. جشن نوروز ما زمان کودک بودیم، همچون یک کودک برامون یک جشن خوب بود. میرفتیم تملق کاری نبود، هیچ چی بود، یک خوب جشن بهار، خوب یک نمیدونم سمنک خوردن، بعضا گوشتین تماشا کردن، بعضا چیزهای ایدونه. خب اصلا زیاد نبود. با مرور زمان خب یک شخص خب میاد دیگر آیسوسته با مرور زمان به بلاغت میرسه. خب یک شخص مکلف میگردن، نگار میکنی. در امروزه که ما قرار داریم جشن نوروز برای ما هیچ قدر نداره و هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی نیست. اگر میگن که یک چیزی تاریخی مو هست، من نمیبینم چیزی تاریخی. من زادروز یک ظالم میبینمش. خیلی خوب، میخوای که برای مردم قدر داشته باشد، بیارین جاشا ایواز کنین با سال میلادی. وقتی که ما پاسپورتمون رو میکشویم به همین سال شماری باشد، چون نوروز یعنی که روزی نو با مثل سال نو. بیارین ایوازش کنین. اگر این قدر تاریخ دوستدار هستین، این قدر خوب فرهنگ میگین، حالا که با همون خط حتی برنگشتین، اگر این قدر براتون مهم است، بیارین برگردونش تا برای ما قدر پیدا کنه. برای من هیچ قدری ندارم. من این را زادروز یک ظالم دیدستم امروز ها. برای من از این جشن بهتر جشن همون سال نو است. من سال نوشم مهم نیست. چیش مهم است؟ زندگی ما، حساب کتابی ما، سفری ما، خب نمیدونم کاری ما، همه چیز ما به همین سال شماری میشود. ما پاسپورتمون رو میکشویم همین سال میلادی هست، بلیط بخریم روزمون معین میکنیم به سال میلادی است، سفر کنیم به سال میلادی است، برآمد میکنیم مینویسیم به سال میلادی است. ما با این سال خب شمسیش است، قمریش است، بعد دیگهش نمیکنیم. اگر که میخوای که برای ما مردم همین چیز یک چیزی لازمی باشه، یک چیزی که قدرش کنیم، بیاریم جاش ایواز کنیم به سال نوی، ما قدرش میکنیم. در عین حال برای من هیچ قدری نداره و میتونه که در آینده مرا به این تبریک هم نکنید و وقتی مرا صرف نکنید وقتی خودتون. خب اما کدامت که قبولش دارین، خوش به حالتون دوام بودن میگیریم. ما این عین حال تمام جشن هایی که در تاجیکستان هستن اینها را زادروزی رحمانوف میدونم، چیزی دیگر نمیدونم. ما اینها را روزهایی میدونم که تملق کاری در اوجی، خب در سطح بلند قرار دارن. روزی تملق کاری ما میدونم جشن های تاجیکستان همین گونه است. 30 سالگی تاجیکستان از پیش باز ما چند جشن های دیگر داریم، باز هم میبینیم که تملق کاری در سطح بلند میشود. خب سببش چی است؟ سبب تملق کاری البته که یک راهبر باید واقعا یک شخصی معتبر باشه در جامعه. فرق نداره این راهبر یک سازمان است، راهبر یک حزب است، راهبر یک گروه است، خب راهبر یک کشور است، هر چیزی باشه نفری معتبر باشه، نفری باشه که قدر کرده بشه، نفری باشه که دفاع کرده بشه. خب از جهتی نمیدونم جسمانی باشه، از جهتی خب بگیم ایمیجش باشه، هر چیزی باشه باید، چون اون نفر راهبر است. راهبر یعنی که راه بلد است، نفر انتخاب شده هست، همین یک تعداد جامعه را کشور را یعنی به پیش میبره. او واقعا باید قدر کرده بشه، اما نباید که تملق کاری کرده بشه. نباید تملق یعنی چیزی نبدره وصف کرد. خب نباید این گونه باشه. به همین سوالی که ما میشنویم که یک مسافر که خودت آمدی حتی کلوخو یعنی کارتوشکا گشتن، اینا چی میگن؟ تملق کاری، چیزی که نیست آوردن. خب اساس گذاری صلح و وحدت دیگر این چیزها نیست، دروغ است، اینها تملق کاری هستند. خب مثال بگیم چند روز پیش ما دیدیم که یک بیزنسمن، یک تاجر، یک بیمارخانه شده است و این میره لنتش قیچی میزنه، چندین نفرهایی که سخن میکنن هیچ کس نامی اون تاجر نمیگیرد، همه میگن تشکر به جناب عالی اساسگذار صلح و وحدت و غیره و غیره و غیره و کذا. اینها را میگن تملق کاری. خب سببش در چی است؟ سببش در این است که چگونه گفتم یک راهبر باید دفاع کرده شود. اینجا برای اون MVD کار میبره. بله، یعنی چگونه کار میبره؟
اگر ما طرز درست شم بگیم باید کار ببرن MVD شم امنیت شم خب دیگر شم، یعنی که برای نگاه داشتن ایمیج یک راهبر باید کار ببرن، اما در اینجا زیاده روی میشود، خب تملق کاری میشود، افراطگری میشود، MVDش ظلم میکنه، امنیتش ظلم میکنه، ارتشش ظلم میکنه بالای نفرهایی که خب چیکار میکنن، یعنی میخوان که آزادانه سخن کنن، سخن آزاد داشته باشد یا ناراضی خودشون بیان کنن، اینها را این قوه‌ها برطرف میکنن. برای نگاه داشتن ایمیجی دیکتاتورها برای ایمیج خودشون باز یک سیستم دیگر دارن، یک ساختار دیگر میسازن. این یک قشر عبارت از نفرهایی که تملق کار هستند، اینها خوب میتونن این کار انجام بدن. خب میخواهند که در قلب مردم، در فکرای مردم جا کنن اون چیزهایی را که نیست. آیا این چیزا واقعا میشود جا کرده؟ چیزی که نبوده میشود جا کرده؟ بله میشود. در کدام حالت؟ مثال ما میاریم حکومت شوروی را. حکومت شوروی برای اون را که نسل‌های بعدی در محبت لنین بیارن در قلب‌های مردم جا کنن، ما و شما یاد داریم. ما و شما که لنین ندیده ایم، اما به خاطری که محبتش در قلب‌های ما بمونه، حکومت شوروی برای این کار اول خیلی در کشور ما نفرهای روشنفکر، پدرکلان‌های ما، باباهای ما را به قتل رسوندن، اون مردم ترسو گردوندن. ببینید اون مردم ترسو گردوندن و بعد از این ترسو گردوندن همین ایده را چور کردن، پیاده کردن، مقدس ساختن لنین، استالین و غیره. ما و شما لنین، استالین ندیدیم، ما در مکتب میخوندیم محبت به لنین داشتیم. خب بازم میگم که یک شاید تکراری بشه، یک همصنف ما معلم پرسید که لنین پسر داشت، معلم سویدنوی گشت که چقدر این سوال دادید، ما فرزندای لنینیم هممون. خب یا که یک چی بود در معلم که جا تعریف بفکرم یک قصه بود در مکتب میخوندیم که معلم آبی چشمش میرخ میگفت که ببینید امریکا چگونه، یعنی که کودک‌ها در قدیره چیکارها رو انجام میدن برای لقمه نان پیدا کردن، حکومت شوروی شما رو همه چیز تیار میده. یعنی ببینید چقدر کار میره، پروپاگاندا بود، چقدر همین کار پیش میره، یعنی میشود جا کرده در قلب. چگونه رژیم امروزه برای اونه که ما را مجبور بسازه ما گوش کنیم، ما گفته نتونیم که ای تلویزیون بس کنین این کارا، ما قبول نداریم این برنامه را، ای مجله نکن، این جشن ها را این خیلی نگذرون، تو برای اینا را ما نتونیم گفته، ولی اینها ما را ظلم میکنن با طریق MVD، KGB، امنیت ما را قتل میکنن، زندانی میکنن، بهترای ما را میکشن، زندان میکنن تا که ما دیگه حرفی گفته نتونیم. اینها برنامه‌هاشون ادامه بدن، اینا برنامه‌هاشون ادامه بدن. بعد ما بشینیم آرام گوش کنیم فرزندای بعدی ما چیکار میکنن، محبت پیدا میکنن، فکر میکنن واقعا چنین هست. اونا فکر میکنن که واقعا رحمانوف یک شخصی است که صلح آورده است، وطن تنج کرده است، ساخته است، آباد کرده است. همین گونه در قلب‌های اونها یعنی محبت پیدا میشود. به همین خاطر این کارها را یعنی که انجام میده.